اوایل شهریور ماه سال 1397 اتفاقات هولناکی توی یکی از محله‌های تهران رخ میده. اهالی محل بعد از 3 روز از ماجرا مطلع شده بودن و پلیس به دنبال این قضیه از موضوع باخبر میشه. مامورا تحقیقات خودشون رو در رابطه با این موضوع شروع میکنن. زن و مردی که شب ازدواجشون بوده توسط افرادی ناشناس به قتل رسیده بودن. سلام، به 32مین اپیزود پادکست جنایی خیلی خوش اومدید. اگه طرفدار این سبک از پرونده ها هستید، ممنون میشم که با سابسکرایب کردن و زدن زنگوله، لایک و شیر ازمون حمایت کنید. ساعت 5 بعد از ظهر 6 شهریور ماه سال 1397 پدر و مادری بعد از گذشت 3 روز از عروسی بچه‌هاشون و بیخبری که ازشون داشتن، به دنبال اینکه کلی تماس گرفته بودن و کسی پاسخگو نبوده، به جلوی در خونه اونا سمت نارمک تهران میرن تا ببینن بچه‌هاشون کجان. پرویز و نرگس بالای 1 ساعت درب خونه تازه عروس و دومادو میزنن، اما کسی در رو به روشون باز نمیکنه. نسبت به موضوع نگران میشن و با اهالی محل ارتباط میگیرن ببینم اونا خبری از تازه عروس و دوماد دارن یا نه. همسایه‌ها اما میگه از روزی که بهزاد و نازنین به اینجا اومدن از خونه خارج نشدن. آخرین بار همون شب عروسی این 2 نفر رو دیدن. پرویز نگران دخترش میشه و به تمام فامیل و اقوامشون تماس میگیره تا خبری از اونا بگیره، اما متاسفانه هیچ کس این 2 نفر رو ندیده بوده. پرویز و نرگس به خونه برمیگردن و همچنان پیگیر قضیه بودن. فردای اون روز گزارش عجیبی از اون محل به مامورا داده میشه. حمید، همسایه دیوار به دیوار خونه بهزادینا، توی خونه احساس بوی خیلی بدی میکنه که به دنبال منشأ بو میگرده، اما عقلش به جای قد نمیده. معلوم نبوده که این بو از کجاست. شدت بو اما بیشتر و بیشتر میشده تا جایی که مجبور میشه موضوع رو با پلیس در میون بذاره. حمید توی گزارش خودش به مامورا میگه 2 روزی میشه که یه بوی نامطبوعی از بیرون خونهشون به خونه اونا میاد و توی خونه اونا میپیچه. این مرد میگه من نمیدونم که منشأ بو دقیقاً از کجاست، اما یکی از فامیلامون که تو پزشکی قانونی کار میکنه به خونهمون اومده بود و میگفت که این بو به احتمال زیاد مربوط به یه جنازه است. حمید میگه من نمیدونم که دور و اطراف خونم چه اتفاقی افتاده، برای همینم ماجرا رو به شما گزارش دادم. پلیس بعد از ثبت این گزارش راهی محل میشه تا ببینه ماجرا از چه قراره. همسایه‌های دیگه‌ای هم بودن که درگیر این موضوع شده بودن. نکته جالبی که وجود داشت این بود که خانواده‌هایی که درگیر این قضیه شده بودن خونه‌هاشون نزدیک به خونه بهزاد و نازنین بوده. یکی از همسایه‌ها بعد از مشخص شدن این موضوع به مامورا میگه اتفاقا پدر و مادر نازنین دیروز به اون محل اومده بودن و اظهار بی‌اطلاعی از دخترشون می‌کردن. این شخص به مامورا میگه پدر نازنین میگفت که 3 روزی میشده که خبری از دخترشون ندارن و معلوم نیست که به کجا رفتن. همزمان با این قضیه اما شکایتی هم داخل اداره پلیس آگاهی ثبت میشه. پدر نازنین به اداره پلیس رفته بود و اعلام میکنه که دامادش بهزاد بلایی سر دخترش آورده و در حال حاضر معلوم نیست که دخترش کجاست. پرویز به مامورا میگه دخترش رو به خواست خودش به بهزاد نداده. این مرد میگه مدتی میشد که دخترم با بهزاد آشنا شده بود. نازنین یه خصلتی داشت که همیشه خدا هر اتفاقی که تو زندگیش میافتاد و به من میگفت. منم از دوستی اون با بهزاد خبر داشتم. یه مدت راجع به این پسر تحقیق کردم و توی این تحقیقات فهمیدم که گویا این پسر با دختر دیگه‌ای رابطه داشته. بدون اینکه تکلیف خودش رو روشن کنه وارد رابطه با دختر من شده. منم از دخترم خواهش کردم که از رابطه با بهزاد خارج بشه، چرا که آینده خوبی رو در انتظارش نمیدیدم. دخترم هم قبول کرده بود و موضوع رو با بهزاد مطرح کرده بود، اما این پسر کوتابیا نبود. یه شب به خونمون اومد و راجع به این موضوع رابطه قبلیش توضیحاتی داد. تا حدودی قانع کننده بود. منم به تبعیت از دخترم توضیحاتش رو پذیرفتم و اجازه دادم تا رابطش با نازنین ادامه پیدا کنه. من شرط گذاشته بودم که اگر ظرف مدت 3 ماه اتفاقی نیفته و بهزادم تکلیف خودش رو توی این مسئله‌ای که به وجود اومده روشن کنه، این 2 نفر میتونن با هم ازدواج کنن. اما شرطم سر جاش ننشست و از طرفی هم دخترم بهم فشار آورد و مجبور شدم که با ازدواج اونا موافقت کنم. کاش قبول نمی‌کردم و نمیذاشتم که نازنین وارد مسیری بشه که از اول اشتباه بوده. پرویز میگه دخترم و دامادش دقیقاً از روزی که ازدواج کردن و شب به خونه خودشون رفتن دیگه خبری ازشون نشده و من 2 روزی باهاشون تماس نگرفتم و گفتم که بهتره تنها باشن. اونا هم اصلا هیچ تماسی با من نگرفتن. برای همین من کمی نگران شده بودم. نهایتاً روز 3 باهاشون تماس گرفتم. هیچ کدومشون تلفنشون رو جواب ندادن. وقتی هم به جلوی در خونهشون رفتم کسی نبود که درو باز کنه. الانم که همسایه‌ها میگن از خونه اونا بوی بد تعفن میاد. پرویز میگه من نگران دخترم و دعا میکنم براش اتفاقی نیفتاده باشه. همه این قضیه‌ها اما سبب میشه تا مامورا با کسب دستور قضایی مجددا راهی محله بهزادینا بشن و وارد خونه این تازه عروس دوماد.
مامورا به محض اینکه درب خونه رو باز میکنن با بوی خیلی بدی مواجه میشن. متاسفانه اتفاقات دلخراشی داخل خونه رخ داده بود و نیروهای پلیس با جنازه دستبسته مردی و جسم نیمه برهنه زنی داخل اتاق روبرو میشن. مامورا بررسی‌های اولیه خودشون رو شروع میکنن. طبق بررسی‌هایی که صورت میگیره مشخص میشه که این جنایت حداقل توسط 2 نفر انجام شده. بدن نازنین به شدت آسیب دیده بود و از طرفی بهزاد هم بر اثر ضربات متعدد چاقو دچار خونریزی زیاد شده بوده. توی بررسی‌های اولیه که صورت میگیره معلوم نبوده که این جنایت دقیقاً کار چه کسی بوده. ولی شواهدی به دست میاد که نشون میده احتمال اینکه اشخاص با نیت سرقت وارد خونه بهزاد اینا شده باشن و بعد دست به چنین جنایتی زده باشن وجود داشته. پلیس توی بررسی‌های خودش متوجه میشه که قفل درب ورودی خونه خراب شده بوده. از طرفی شیشه‌های پنجره حیاط خلوت خونه هم شکسته بوده. سوای همه این موارد پدر و مادر نازنین که از ماجرا مطلع شده بودن به محل حادثه اومده بودن. با اینکه اصلا حال مساعدی نداشتن اما اعلام میکنن که طلا و جواهراتی که توی دست و بدن دخترشون بوده نیست. پلیس سریعا با نیروهای امدادی تماس میگیره و جنازه‌ها به پزشکی قانونی منتقل میشن. کارشناسای پزشکی قانونی آزمایش‌های لازم رو انجام میدن. طبق آزمایش‌ها مشخص میشه که بهزاد بر اثر ضربات چاقو جون خودش رو از دست داده، اما اتفاق دلخراشی برای نازنین افتاده بوده. طی بررسی‌هایی که صورت میگیره مشخص میشه که نازنین به شکل بی‌رحمانه‌ای مورد تجاوز واقع شده بود. بدن این زن از سر تا پا دچار آسیب دیدگی‌های وحشتناکی شده بود و استخوان‌های قسمت سینه و لگنش هم شکسته بوده. پزشکی قانونی علت مرگ نازنین و فشار روی قفسه سینه و ایست قلبی اعلام میکنه. کارشناسا هم زمان تقریبی مرگ این 2 جوون رو حدوداً 3 شهریور یعنی همون شب اول زندگی مشترکشون اعلام میکنن. پدر نازنین که در حال گریه بوده از پلیس میخواد تا هرچه زودتر عاملین این جنایت رو بازداشت کنه و به سزای عملشون برسونه. مامورا اما تحقیقات خودشون رو شروع میکنن. فرضیه پلیس سرقت بوده، برای همین اونا اول از همه با اهالی محل ارتباط میگیرن ببینن شاهد موضوعی بودن یا نه. اما 2 نفر از همسایه‌ها توی اظهاراتشون حرفای جالبی به پلیس میزنن. حمید همسایه دیوار به دیوار بهزادینا به پلیس میگه واقعیت شبی که این حادثه اتفاق افتاد من سر و صدای زیادی از داخل خونه بهزادینا شنیدم. اما فکر کردم شاید این سر و صدا به خاطر اینه که اونا شب اول ازدواجشونه، برای همینم پیگیر ماجرا نشدم. همسرم چند باری بهم گفت که سر و صداشون غیر عادیه، اما من کوتاهی کردم. همسایه دوم اما به پلیس میگه اون شب با همسرم به خونه مادرم رفته بودیم و دیر وقت از اونجا به خونه برگشتیم. ساعت حدودای 2 صبح بود که جلوی در خونه رسیدیم. به محض اینکه از ماشین پیاده شدم 2 نفر که ظاهرشون رو پوشونده بودن و معلوم نبود که کی هستن از داخل خونه بهزادینا خارج شدن. سریع سوار موتور شدن و از اونجا فرار کردن. پلیس اظهارات این افراد رو ثبت میکنه و فرضیه سرقت از داخل خونه قوت بیشتری میگیره. مامورا تصاویر دوربینای مداربسته دور و اطراف رو هم چک میکنن، اما فایده چندانی نداشته، چرا که چهره ضاربین و موتورشون پوشیده بود و قابلیت تشخیص نداشتن. تحقیقات در رابطه با این قضیه کمی تخصصی تر میشه. اهالی محل توی اظهاراتی به پلیس میگن که تا به حال چنین اتفاقی توی محلشون رخ نداده بود. بررسی‌های زیادی که روی نحوه قتل بهزاد و نازنین صورت میگیره پلیس رو به این نتیجه میرسونه که فرضیه سرقت چندان هم که باید درست نبوده، چرا که عاملین این جنایت اگه قصدشون سرقت بوده توی محل خونه‌های دیگه‌ای وجود داشته که داخلش اموال قیمتی زیادی بوده. از طرفی سارق نهایتاً وقت برای سرقت داره، اما عاملین این جنایت داخل خونه مونده بودن و اقدام به تجاوز به نوعروس هم کردن. پلیس با این نتیجه‌گیری‌ها تصمیم میگیره تا کمی راجع به زندگی این 2 جوون هم تحقیقاتی داشته باشه. تلفن و ارتباطات هر 2 نفر بررسی میشه و توی این تحقیقات موضوعات جالبی مشخص میشه. بهزاد این اواخر با دختری که قبلا باهاش تو رابطه بوده حرف میزده. مکالمه‌ای که بینشون گذشته بوده بوی تهدید داشته و ساغر این پسر رو تهدید به مرگ کرده بوده. کل خواسته ساغر از بهزاد این بوده که باید به خواستگاری اون بره و حق نداره که با نازنین ازدواج کنه. معلوم نبوده که بین این 2 نفر چی گذشته، اما همین سرنخ باعث میشه تا پلیس رفته و همه ماجرا پی ببره. مامورا تو وهله اول مشخصات ساغر رو به دست میارن و این دختر به اداره پلیس احضار میشه. ساغر با وجود احضاریه به اداره نمیره و همین قضیه هم شک پلیس نسبت به اونو قوت میده. برای همین مامورا طی عملیات این دختر رو در حالی که توی مغازه دوستش سمت 7 تیر تهران بوده بازداشت و به اداره منتقل میکنه. ساغر توی اداره پلیس ادعای بیخبری میکنه و میگه از چیزی اطلاع نداره. بازجویی از این دختر شروع میشه. چند روزی میگذره تا اینکه ساغر بعد از اینکه با مدارک و شواهدی که پلیس به دست آورده بوده روبرو میشه و مجبور به اعتراف. ساغر میگه بهزاد هر جور که دلش میخواست ازم استفاده کرد و لذتشو ازم برد. بعد هم عین یه نجاست با آن برخورد کرد و رهام کرد. این دختر تو تشریح اون چی که اتفاق افتاده میگه بالای 2 سال میشد که با بهزاد دوست شده بودم.
بهزاد به قصد ازدواج با هم رفیق شده بود و رابطمون هم با هم خیلی خوب بود. خانواده من از این قضیه بیخبر بود. برادرم خیلی غیرتی بود و من خیلی سعی می‌کردم این ماجرا رو مخفی نگه دارم. نمیدونم چطوری از کجا که نازنین وارد زندگیمون شد. بهزاد بعد از اینکه نازنین رو دیده بود منو به کل از یاد برده بود. رابطه‌ش رو به کل با هم قطع کرد و گفت دیگه نمیخواد با هم باشه. منم که توی شوک بودم بهش اصرار کردم که باید علت جداییش رو بهم بگه. اون به طور کامل ازم سوء استفاده کرده بود و بعدم رهام کرده بود. وسط همین ماجراها بود که برادرم از ماجرا باخبر شد. اواخر مرداد بود که فهمیدم بهزاد و نازنین قرار عروسی بگیرن. برادرم هم همین موقعا بود که از ماجرا باخبر شده بود. من به شدت به هم ریخته بودم و سهراب متوجه حال بد من شده بود. بعد از کلی اصرار مجبور شدم که بهش بگم چه اتفاقی افتاده. اونم به شدت عصبی شد و گفت که حساب بهزادو میذاره کف دستش. ساغر میگه من همینقدر از ماجرا مطلعم و اینم میدونم که بهزاد و نازنین کشته شدن، اما اینکه آیا قاتل اونا برادرمه یا نه رو نمیدونم. برادرم هم چیزی بهم نگفته. پلیس مشخصات سهرابو از ساغر میگیره و طی تحقیقاتی موفق میشه تا این پسر رو به عنوان مظنون اصلی این پرونده شناسایی و بازداشت کنه. سهراب که توی اداره پلیس از اعترافات خواهرش باخبر میشه مجبور میشه تا همه چیزو بگه. این پسر میگه نمیتونستم دست روی دست بذارم، در حالی که اون نامرد از خواهرم سوء استفاده کرده بود و خیلی آزاد برای خودش میچرخید. برای همینم واسه اینکه انتقام بگیرم موضوع رو با یکی از دوستان مطرح کردم. فرهاد بهم گفت که بذاره اونا عروسی کنن و به خونه خودشون برن. میریم بالا سرشون و حسابشون رو میرسیم. همینطور هم شد. 3 شهریور بود که ساعت حدودای 2 صبح عروسی بهزادینا تموم شد و اونا به خونه خودشون رفتن. ما توی خیابون منتظر بودیم که چراغ خونهشون خاموش بشه. بعد هم وارد خونهشون شدیم. با صدای در بهزاد وارد پذیرایی شد ببینه چی شده. من 2 چاقو به شکمش زدم و بعد هم دستاشو بستم و جلوی دهنشو گرفتم. ستایی با هم دیگه وارد اتاق شدیم. بهزادو نشوندیم گوشه اتاق. نازنین که با دیدن صحنه شوکه شده بود شروع کرد به داد زدن و گریه کردن. من به سمتش رفتم و 2 زدم زیر گوشش و بهش گفتم اگه داد بزنه هم خودشو هم شوهرشو میکشم. اونم بی سر و صدا نشست روی تخت. من فقط میخواستم از بهزاد زهر چشم بگیرم. فرهاد اما نیت دیگه ای داشت. این پسر نزدیک نازنین شد و میخواست که بهش دست بزنه. اولش اجازه ندادم و گفتم این نامردیه. فرهاد بهم گفت نامردی اینه که بهزاد به خواهرت دست زده و نگرفتتش. من هیچی دیگه نگفتم و از اتاق خارج شدم. فرهاد توی اتاق نازنین رو لخ کرده بود و جلوی چش بهزاد تو شب اول عروسیشون بهش تجاوز کرد. من توی پذیرایی بودم که وسط این اتفاق سر و صدای زیادی رو از داخل اتاق شنیدم. بهزاد طنابو باز کرده بود و به سمت فرهاد حمله کرده بود و وقتی از راه رسیدم دیدم بهزاد داره فرهادو خفه میکنه. نازنینم زیر فرهاد داشت له میشد. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که با چاقو به جون بهزاد بیفتم. بعد اینکه بهزادو حسابی زدم بلندش کردم و آوردمش این طرف. فرهادم بلند کردم و متوجه شدم که این پسر به نازنین رحم نکرده. اونقدی به سینه و لگن نازنین فشار آورده بود که اون دیگه نفس نمیکشید. حسابی ترسیده بودم و برای همینم صحنه رو همونجوری رها کردیم و با فرهاد سریع از اونجا فرار کردیم. بعد هم اتفاقاتی که خودتون میدونین رخ داد. پلیس اظهارات سهرابو ثبت میکنه و مشخصات فرهادو ازش میگیره. طی عملیات این فرد هم بازداشت میشه و به اداره منتقل میشه و به همون چیزی که انجام داده اعتراف میکنه. صحنه جرم توسط این 2 توی خونه بهزادینا بازسازی میشه و سهراب به اتهام قتل عمد و فرهاد به اتهام تجاوز به عنف و قتل عمد راهی زندان میشن تا دادگاهشون برگزار بشه. جلسه رسیدگی به این پرونده هم برگزار میشه. قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه. طبق اون چه که به دست اومده بوده مشخص میشه که این 2 با بیرحمی تموم بهزاد و نازنین توی شب اول زندگیشون به قتل رسوندن. خانواده نازنین و بهزاد اما درخواست اشد مجازات رو داشتن. برای همینم قاضی پرونده بعد از بررسی مجدد همه مدارک موجود فرهاد و سهراب رو با توجه به اتهاماتشون یعنی قتل عمد و تجاوز به عنف محکوم به قصاص میکنن. مرسی که تا انتهای این پرونده همراه ما بودید. برای دسترسی به پرونده‌های بیشتر لطفاً کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید.